سلام بچه‌ها، به این ولاگ دیگه خوش اومدین. امیدوارم که هر جایی که باشین حالتون خیلی خوب باشه. بچه‌ها ما تو این ولاگ مهمون داشتیم و متاسفانه من از خودم ویدیو گرفتم و دیدم که اصلا ضبط نشده و متاسفم که اول ویدیو دارم همش از تدارکات مهمونی براتون میذارم. ویدیو گرفته بودم اما متاسفانه روی ضبط نذاشته بودم و متاسفانه ضبط نکرده بود. بچه‌ها اینجا یک شنبه بود که ما مهمون داشتیم و فرداش من پرکتیکوم داشتم. بچه‌هایی که داخل آلمان هستن 100% میدونم پرکتیکوم چیه، اونم از طرف مدرسه و من قرار بود روز دوشنبه ساعت 8 صبح برم بیمارستان و به مدت 4 هفته داخل بیمارستان کار کنم و از بیمارستان معلم و همینطور از یه دفترچه‌ای که باید درست میکردم نمره میگرفتم. اینجا داشتیم تمام تدارکات رو انجام میدادیم و براتون خیلی زیاد ویدیو گرفتم از چیزایی که درست کردیم و به مهمونا دادیم. اینم غذای اون شب بود که واقعا خوشمزه بود. به این ولاگ دیگه خوش اومدین. من امروز یعنی کلا امروز داخل بیمارستان هستم چون که قراره به عنوان کارآموز کار کنم برای 1 ماه. بخش ریه یا بیماری های عفونتی هستم. جای خیلی سختیه اما اوکی هست. روز اول امروز و خیلی سخته. البته من 2 بار داخل بیمارستان بودم اما اینی که تو هر بخشی بری سختی خودشو داره روز اولش و این که باید همه گوشواره ها و دستبنده و آرایش هم اصلا نباید بکنی و همینطور ناخن‌های کوتاه داشته باشی دیگه. امروز روز اول. اینم لباسمه و شلوارم هم سفید. امروز اوکی بود. ساعت 7:30 بیمارستان بودم و فکر کنم تا ساعت 2 یا تا 2:30 امروز اینجا کار میکنم و نیم ساعت زنگ استراحت دارم و فردام دوباره از ساعت 7 شروع میکنم تا ساعت 1:30 دیگه. همین و امیدوارم که فردا بهتر بشم دیگه. بچه این لباسیه که من پوشیدم، شلوارم سفید. البته اجازه ندارم فیلم بگیرم داخل بیمارستانم، آمدم داخل دستشویی دیگه. امروز روز اوله. الان گرفتم ناهار دادیم به بیماران و الان دیگه تمام خودمون زنگ استراحت داریم که ناهار بخوریم. خب بچه ها لباس ها رو دادم با این کارته دیگه، بریم خونه. خب بذاریم بهتون بگم که روز اول پرکتیکوم چطوری بود. روز اول پرکتیکوم واقعا خیلی خسته کننده، سخت و همینطور خیلی اعصاب خورد کن. چرا؟ چون 2 تا بخش یعنی یک طبقه هست و اون یک طبقه به 2 دسته تقسیم شده. من دسته چپ بودم و دست راست هم چی بود اسمش، همون بخش شش یا همون بخش ریه بود. البته اون یک طبقه کاملی که من بودم همشون بخش چی بودن، چی بود اسمش، ریه، اما من دست چپ بودم و ما اصلا سمت چپ هیچ کاری نداشتیم. چرا؟ چون که مریضا بیشترشون دست راست بودن و چطوری بهتون بگم، و پرستارهای اصلی، همون پرستارهای اصلی ما داخل آلمان 3 مدل پرستار داریم. یه بهش میگن فلیگ فخکرافت، یکی دیگه بهش میگن کرانکنشوستر و یکی دیگهش فکر کنم حالا یه چیزی میگن
بعد اون فلیگ فختا مدل لباسشون یه جور دیگه است، اما ما هر موقع که میرفتیم دست راست که برای کمک ازشون سوال بپرسیم که کمک میخواین یا نه، همیشه اینجوری میکردن، میگفتن نه ما کمک نمیخوایم. یعنی اینجوری بگم سمت چپ 4 تا دانش آموز بودن که برای تست اومده بودن، یعنی برای اینکه چطور بگم بهش میگم پرکتیوم به فارسی نمیدونم چی میگن، اما اینجوریه که دانش آموزا از طرف مدرسه برای یک مدت میرن کار میکنن و از طریق اون نمره میگیرن و تجربه برای دانش آموزا هم کسب میشه. بعد از اون ور دست راست اصلا هیچ دانش آموزی وجود نداشت به غیر از خود پرستار بیمارستان و سمت چپ همه دانش آموزا رو فرستاده بود. وقتی بهشون میگفتی که کمک میخوای اینجوری میکردن، میگفتن نه ما کمک نمیخوایم، در اصل که اون سمت راستی که اصلا دانش آموزی نبود اونجا کلی بیمار بود، اما متاسفانه فقط 2 یا 3 تا پرستار بیمارستان بودن، اما اونا میگفتن نه ما به کمک نیاز نداریم. یعنی اینطوری بهتون بگم که روز خیلی مسخره‌ای داشتم. و یه چیز دیگه، خب روز اولم بود اصلا از هیچی خبر نداشتم بچه‌ها. بعد از اون ور یکی از این دانش آموزا که قبل تر از من اومده بود به من گفتش که آره زهرا، به این خانومه‌ای که داخل این اتاق یا این مریض هست بهش غذا نده، فقط ماست بده. من این ماست رو بهش دادم. بعد بگین چی شد؟ پرستار بیمارستان دید، داد زد، میگه وای زهرا چرا بهش ماست دادی، اون نباید ماست بخوره، نمیدونم اینجوری. بعد من اینجوری کردم، گفتم من اصلا نمیدونم، امروز روز اولمه، هر کی که هرچی به من میگه من همون انجام میدم. بعد از اون یک ذره سرسا کرد، دوام کرد اینجوری. البته فقط دعوا نکرد، فکر نکنین خیلی بد دعوا میکنه، اصلا نه، خیلی مهربون اینجور چیزا. بعد بهتون بگم که دیگه یک ذره اینجوری دوام کرد، البته واقعا دعوا نکرد، چون دروغ بگم فقط گفتش که چرا دادی، کی گفته بهت، اون نفری که گفته رو به من نشون بده. و از اون ور دیگه هیچی، اونا مزرخایی کردن، گفتن درسته تو راست میگی، روز اولت اینجور چیزا، معلومه که نمیدونی. بعد آره دیگه همین بچه، روز اول واقعا تجربهش خیلی سخت، خیلی مسخره بود و امیدوارم به مرور زمان که قراره 1 ماه داخل بیمارستان کار کنم عالی باشه دیگه. یعنی قبل کار کرده بودم یعنی قبلم رفته بودم برای از طرف مدرسه، اما امسال یک ذره طولانی تر و از روی نمره ها بهمون مثلا میدن و روز آخر مدرسه و روز آخر سر کار یا 2 روز قبلش معلممون میاد و از ما امتحان میگیره که مثلا امتحانه هیچی میگیره که در داخل بیمارستان چیکار کردم و اینجور چیزا. بعد اونا رو از اونا نمره میگیرم، 3 تا نمره میگیرم. بچه نبینین من صدام داره میلرزه چون واقعا خیلی یخه. اینجا رو داریم میبینین کلا برف خالی، امروز هم کلی برف اومده و من زیرم فقط یه هودی دارم با شلوار خیلی نازک و دارم یخ میزنم، اما برای شما دارم ویدیو میگیرم چون که نور خیلی عالیه. دیگه چی بگم؟ دیگه همین روز اول تجربهش اوکی بود، بد نبود، اما خیلی خسته کننده بود. امیدوارم که فردا اوکی تر بشه و روزای دیگه هم اوکی تر، اما براتون ولاگ میگیرم دیگه. من بهتون یه چیز دیگه نشون بدم. داخل بیمارستان که هست به بیمارا چای و آب میدن، یعنی چای با کافه میدن. بعد موقعی که کافه میدن به اینا شکلات یا همون کیک میدن. منم 1 دونه کیک از داخل اونجایی که به بیمارا میدنم گرفتم، نگاه کنین. البته 3 مدل بودا، بذار اون یکیشم بهتون نشون بدم. دارم دنبالش میگردم بچه ها، بایستی ریلکس باشین. جیبم پره ها، بایستی. بعدش اینطوریه. آها راستی بذارین کارت پرکتیکوم هم بهتون نشون. کارتش خیلی خفنه چون وقتی لباس میخوای این کارت رو اسکن میکنی یا کارت رو میزنی به این مثلا یه جا
بعد این کارت به لباس میده و وقتی هم داری که از سر کار یا همون از سر کار میری بیرون با لباساتو پس بدی دیگه. بعد بچه کارتش پشتش اینجوریه و روشم اینطوریه. بعد روشم اینطوریه. خیلی یخ بچه. من کلا 7 دقیقه صحبت کردم، نمیدونم این 7 دقیقه رو بذارم یا نه. فکر کنم تیکه تیکه بذارم. نه آره تیکه تیکه میذارم.